نسل جدید هولدرهای ماشینی برند مکسول. اول انعطاف پذیری رو شما ببینین. حالا پوان مثبتش چیه؟ ببینین میزنمش به شیشه، یه خوبی که داره دائم نیست. ببین الان چسبید، خب بزنینش. حالا من میخوام بکنمش، بزنمش بغل‌تر. ببین خیلی راحت میزنم، میتونم راحت جابجاش کنم. حالا پوان مثبت ترش ببینین، شما با یه فندکی همیشه میتونی کابل بزنی به هولدرت. ببین کابل من میزنم به هولدر برای همه ماشینا، هر ماشینی که شیشه داره. ببین یه نمایشگر قشنگ یه نورپردازی فوق العاده میده. ببین گوشیمو میذارم، وایرلس شارژ ساپورت میکنه، گوشیمو شارژ میکنه، کار فوق العاده بی‌نظیر. تضمین میکنم شارژ کاذب نمیده. ببینید انعطاف پذیر، خیلی خوب. برای دوستانی که اسنپ کار میکنن، دوستانی که میخوان گوشیشون جلوشون باشه. حالا بعضیا میگن آقا من شارژ نمیخوام، فقط میخوام بچسبه، اینو در بیارین فقط گوشیتون رو بزنین. دوستانی هم که گوشیشون مکس سیف ساپورت نمیکنه، خیلی راحت یه آهنربا داره.